به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند و سالم باشین، بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیز شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون هندسه در صنف نهم ما امروز به ادامه درس قبلی خود یک موضوع جدید را میخوانیم. البته درس امروز ما مرتبط به درس قبلی هست، اما موضوعاتی که در وجود داره موضوعات جدید می باشه. همون قسمی که همه شما میفهمیم ما در درس قبلی در مورد شکل عمومی معادله یک خط مستقیم صحبت کردیم و شکل عمومی معادله یک خط مستقیم را شناختیم، فهمیدیم که معادله یک خط مستقیم دارای کدام شکل عمومی می باشه و به چه شکلی ما میتونیم یک معادله را به حالت عمومی معادله خط مستقیم نوشته کنیم و از روی ضرایب x و y که در معادله عمومی یک خط مستقیم وجود داره به شکل بسیار ساده تانستیم تا تشخیص بدیم که خطوط با همدیگه موازی هستند و یا خطوط با همدیگه منطبق هستند. دو شرط بسیار مهمی به خاطر موازی بودن و عمود بودن خطوط وجود داشت و ما روز قبلی تمامش کار کردیم، مثال ها رو هم براش کار کردیم و امروز میخوایم با همدیگه بفهمیم که از روی معادلات چگونه میتونیم تشخیص بدیم که دو خط بالای همدیگه عمود هست و یا دو خط متقاطع هست. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس عنوان درس امروز ما شکل عمومی معادله یک خط مستقیم می باشه که این درس ما شامل صفحه 73 و 74 کتاب ریاضی بخش هندسه هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم چگونه میتونیم با در نظر داشت شکل عمومی معادلات دو خط مستقیم حالات دو خط مستقیم را از لحاظ متقاطع بودن و عمود بودن تشخیص بدیم. پس قلم و کتابچه پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را یادداشت کنید تا در ختم درس امروز به اهدافی که داریم برسیم. خب شاگرد عزیز، روز قبلی با همدیگه شکل عمومی معادله یک خط مستقیم را کار کردیم و فهمیدیم که یک خط مستقیم دارای یک شکل عمومی می باشه. یک معادله با خاطر شکل عمومی خود هست و یا معادله عمومی یک خط مستقیم با چه شکل هست؟ اگر دو خط را در نظر بگیریم نوشته می کنیم A1x مثبت B1y مثبت C1 مساوی به 0. به همین شکل خط مستقیم دومی ما هست A2x مثبت B2y مثبت C2 مساوی هست به 0. ضرایب را در نظر می گرفتیم، می گفتیم اگر A1 بر A2 یعنی ضرایب x در هر دو معادله تقسیم شود مساوی باشه با حاصل تقسیم ضرایب y در هر دو معادله. A1 بر A2 مساوی باشه با B1 بر B2. خطوط با همدیگه چی هستن؟ خطوط با همدیگه موازی هستن. همین قسم می گفتیم اگر A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 باشه و همین قسم مساوی به C1 بر C2 شوند، در این صورت دو خط بالای همدیگه منطبق می باشن. تفاوت این دو حالت در این هست که در حالت اولی A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 اما خلاف C1 بر C2 هست. خطوط با همدیگه در این حالت موازی هست، اما اگر A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 و مساوی به C1 بر C2 باشه خطوط بالای همدیگه منطبق می باشن. در درس امروز با همدیگه می خوانیم که اگر A1 بر A2 مساوی با B1 بر B2 نباشه خطوط متقاطع هستن، یعنی در یک نقطه همدیگه خود را در مستوی کمیات وضعیه قطع می کنن. پس اگر حاصل تقسیم ضرایب x را در هر دو معادله در نظر بگیریم و حاصل تقسیم ضرایب y را در هر دو معادله در نظر بگیریم و جوابهایشان با همدیگه مساوی نباشه، خلاف همدیگه باشه، در اون صورت میگیم خطوط با همدیگه چی هستن؟ متقاطع هستن یا خطوط همدیگه خود را قطع میکنند. حالا
یک نوعی از خطوط متقاطع را با همدیگه میشناسیم که خطوط عمود هست. یعنی زمانی که دو خط بالای همدیگه قرار میگیرن، یک نقطه مشترک را با همدیگه می داشته باشن، اگر در همین نقطه مشترک بالای یک دیگه زاویه 90 درجه یا قائمه را تشکیل بدن، خطوط عمود می باشن. در این صورت میتونم براتون بگویم که اگر A1 بر A2 ضرب B1 بر B2 شود مساوی شود به -1، در این صورت خطوط در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود می باشند. دو خط بالای همدیگه در نقطه تقاطعشان عمود می باشه یا خطوط عمود می باشند. زاویه 90 درجه بالای همدیگه تشکیل میدن. در کدام حالت؟ در حالتی که A1 بر A2 را ضرب B1 بر B2 کنیم، یعنی حاصل تقسیم ضرایب X را ضرب حاصل تقسیم ضرایب Y کنیم مساوی به یک عدد ثابت یعنی -1 شود. در این صورت خطوط در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود می باشند. دو حالت باقی مانده را هم امروز با همدیگه دیدیم و اگر شما در این فرمول ها سوالی ندارین که مثال ها را برایش کار کنیم. کس سوالی داره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، هرگاه ما دو خط مستقیم داده شده باشه، به چه شکلی داده شده باشه، معادلاتشان داده شده باشه و از ما خواسته باشن تا حالات دو خط مستقیم را نسبت به هم دیگه تشخیص بدیم. هرگاه خط اولی باشه 2x - 6y مساوی به -3 باشه و خط دومی باشه 9x - 3y مساوی به 1. خط اولی باشه 2x - 6y مساوی به -3 و خط دومی باشه 9x - 3y مساوی به 1. میخوایم که تشخیص بدیم این دو خط با هم دیگه چه حالاتی یا وضعیتی را دارن. پس باید ابتدا معادلات را به شکل چی نوشته کنیم؟ به شکل عمومی نوشته کنیم. به شکل عمومی معادلات چه قسمی بود؟ ax مثبت by مثبت c مساوی به 0. یعنی عدد ثابت که بعد از مساوی آمدن باید به سمت مقابل مساوات انتقال پیدا کنن تا مساوات را یا همین معادله را مساوی به 0 قرار بدیم. یعنی چه قسمی؟ معادله اولی 2x - 6y خودش -3 به سمت مقابل مساوات انتقال پیدا میکنه مثبت 3 مساوی به 0. به همین شکل 9x مثبت 3y خودش مثبت 1 به سمت مقابل مساوات انتقال پیدا میکنه -1 مساوی به 0. در مرحله بعدی کاری که انجام میتیم این هست که ضرایب را تعیین میکنیم. ضرایب را به چه شکلی تعیین میکنیم؟ A1 B1 و C1. در معادله دومی A2 B2 و C2 را دریافت میکنیم و نوشته میکنیم. در معادله اولی A1 ضریب X چند هست؟ 2. B1 ضریب Y چند هست؟ همراه با علامه در نظر میگیریم. زمانی که 2 نوشته میگیم چون 2 علامه نداره و علامش مثبت میباشه. ضریب Y چند هست؟ -6. باید با علامه نوشته کنیم. C1 یا عدد ثابت چند هست؟ مثبت 3. به همین شکل در معادله دومی ضریب X چند هست؟ 9. ضریب Y چند هست؟ مثبت 3. عدد ثابت چند هست؟ -1. خب ابتدا با همدیگه میبینیم شرط موازی بودن را امتحان میکنیم. ببینیم که آیا دو خط با همدیگه موازی هست یا خیر. A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 هست یا نیست. خب A1 قیمتش چند هست؟ قیمت A1 هست 2 بر قیمت A2 چند هست؟ 9. علامه مساوی خودش B1 بر B2. B1 قیمتش چند هست؟ -6. B2 قیمتش چند هست؟ B2 قیمتش هست 3. خب شاگردای عزیز، در این قسمت کاری که انجام داده میتونیم این هست که میبینیم A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 نیست. اختصار میشه تا حدی اختصار اگر کنیم در این قسمت به 3 اختصار میکنیم. 1 3 3 2 3 6. بعد از اختصار هم داریم 2 و 9 اختصار نمیشن. هر کس را جدا جدا اختصار میکنیم. 2 و 9 اختصار نمیشه. 2 بر 9 خودش مساوی با
علامه منفی هم وجود داره. منفی تقسیم مثبت منفی 2 تقسیم 1 2. آیا 2 بر 9 مساوی به منفی 2 هست؟ نه خیر، 2 بر 9 مساوی به منفی 2 نیست. و از همه مهمتر فهمیدیم که A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 نیست. پس شرط اول در این تطبیق نمیشه، در این دو معادله تطبیق نمیشه. A1 بر A2 مساوی به B1 بر B2 نیست. دو خط مستقیم با همدیگه موازی نیستند. اگر موازی می بودن در اون صورت ما همین عددی رو که به دست آورده بودیم با C1 بر C2 هم مقایسه می کردیم که اگر مساوی با C1 بر C2 می بود در اون صورت خطوط منطبق می بودن که و اگر مساوی با C1 بر C2 نمی بودن خطوط با هم دیگه موازی می بودن. اما چون در همین ابتدا فهمیدیم که خطوط موازی نیست و فهمیدیم که A1 بر A2 خلاف B1 بر B2 هست و ما این گپ را فهمیدیم که هرگاه در دو معادله خط مستقیم را اگر در نظر بگیریم ضرایبش را با همدیگه مقایسه کنیم، اگر A1 بر A2 خلاف B1 بر B2 باشه خطوط متقاطع هستند، یعنی خطوط همدیگه خود را در یک نقطه قطع میکنند. اما در همین قسمت نباید سوال را تمام کنیم، باید تشخیص بدیم که آیا خطوط در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود هستند یا خیر. به خاطر این کار یا به خاطر همین هدف چه کار را انجام میدادیم؟ کاری که انجام میدادیم این هست که A1 بر A2 را ضرب B1 بر B2 میکردیم. آیا مساوی به منفی 1 میشه یا نه؟ که اگر مساوی به منفی 1 شود در اون صورت خطوط متقاطع در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود واقع میشن. پس قیمت ها را در فرمول میگذاریم، به جای A1 و A2 قیمت هایش را میگذاریم. A1 بر A2 A1 قیمتش چند هست؟ 2. A2 قیمتش چند هست؟ 9. 2 بر 9. علامه مساوی نداریم، علامه ضرب داریم، چون که گفتیم A1 بر A2 را با ضرب B1 بر B2 کنیم، پس علامه ضرب را در این قسمت قرار میدیم. B1 بر B2 چند است؟ B1 منفی 6 B2 3 منفی 6 بر 3. آیا مساوی به منفی 1 هست یا خیر؟ اختصار میکنیم. اختصار به چه شکلی؟ به شکلی که ما میتونیم صورت را با مخرج اختصار کنیم. هر دو کسر در حالت ضرب هست، پس صورت ها و مخرج ها را میتونیم با هم دیگه اختصار کنیم. در این قسمت میگیم 1 3 3 2 3 6. کاری که انجام دادیم این بود که 3 را با 6 اختصار کردیم. 1 3 3 2 3 6. دیگه اختصار میشه به نظرتان؟ نمیشه. باید که ضرب بزنیم. صورت با صورت ضرب میشه، مخرج با مخرج ضرب میشه. هر عددی که علامه نداشته باشه علامش مثبت هست. مثبت ضرب منفی منفی. 2 ضرب 2 4. در صورت یا اگر در این قسمت براتون نوشته کنم، در این قسمت براتون نوشته میکنم بقیه‌اش را. مثبت ضرب منفی منفی. 2 ضرب 2 4 و همین قسم 9 ضرب 1 9 مساوی به منفی 1 هست. حتما جوابتان هست که نه خیر. منفی 4 بر 9 مساوی به منفی 1 نیست و زمانی که A1 بر A2 ضرب B1 بر B2 شود و مساوی به منفی 1 نباشه خطوط در نقطه تقاطعشان عمود نیستند، که اگر عمود می بودند باید A1 بر A2 ضرب B1 بر B2 می شد و در نتیجه خطوط حاصل ضربشان مساوی به عدد منفی 1 می شد و می گفتیم خطوط با همدیگه عمود هستند، در نقطه تقاطعشان با همدیگه عمود هستند. اما حالا دیدیم که نه، خطوط با همدیگه متقاطع هستند. چرا؟ چون که A1 بر A2 خلاف B1 بر B2 هست. متقاطع بودنشان درست هست، اما در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود نمی باشه، یعنی زاویه 90 درجه رو با همدیگه تشکیل نمیده. شکل تقاطعشان شاید به این شکل باشه، یعنی زاویه 90 درجه بالای همدیگه تشکیل نمیده، اما یک نقطه تقاطع با همدیگه داره. چرا با همدیگه یا بالای همدیگه عمود نیستن؟ به خاطری که A1 بر A2 ضرب B1 بر B2 شد و مساوی شد به منفی 4 بر 9 منفی 1 نشد. شاگرد عزیز، درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. خب شاگرد عزیزی بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین، فهمیده باشین که چگونه میتونیم تشخیص کنیم دو خط مستقیم
متقاطع هستند، دارای یک نقطه مشترک می باشند، و یا ای که دو خط مستقیم زمانی که با همدیگه متقاطع هستند، این مسئله را هم میتونیم تشخیص کنیم که آیا در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود واقع میشن یا خیر. معادلات خطوط را در نظر میگیریم، به شکل عمومی یک معادله را ترتیب میکنیم و بعد از او ضرایب x و y را در نظر گرفته مقایسه کرده و در نتیجه میکنیم 4 موضوع متفاوت از همدیگر را تشخیص بدیم. اول ای که a1 بر a2 اگر مساوی به b1 بر b2 بود، در این صورت خطوط با هم دیگه موازی هست، و اگر a1 بر a2 مساوی به b1 بر b2 مساوی به c1 بر c2 بود، در این صورت خطوط بالای همدیگه منطبق می باشه. و اگر a1 بر a2 مساوی با b1 بر b2 نباشه یا خلاف b1 بر b2 باشه، در او صورت خطوط متقاطع هستند، یعنی دارای یک نقطه مشترک هستند. و اگر بخوایم که تشخیص بدیم آیا خطوط در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود واقع میشن، زاویه 90 درجه تشکیل میتن یا خیر، در او صورت شما a1 بر a2 را ضرب b1 بر b2 میکنید. اگر مساوی به عدد منفی 1 شد، در او صورت شما به این مسئله کاملا متیقن میشین که خطوط در نقطه تقاطعشان بالای همدیگه عمود هستند. در درس امروز برای شما کارخانگی دارم. کارخانگی شما حل تمرین صفحه 74 کتابتان می باشه. بعضی از این سوالات تمرین را در صنف حل کردیم، بعضی هایشان هم مانده. شما این سوالات را در کتابچه هایتان حل کنید و خطوط مختلف را تشخیص بدین، حالات خطوط مختلف را نسبت به همدیگه تشخیص بدین که آیا خطوط با همدیگه موازی هستند، منطبق هستند، بالای همدیگه عمود هستند و یا فقط دارای نقطه مشترک می باشند و متقاطع می باشند. کارخانگیتان را حل کنید، روز بعدی به صنف بیارین، درس ها را هم تکرار کنید. اگر جایی سوالی یا مشکلی براتان پیش میآید، سوالاتتان را یادداشت کنید و روز بعدی حتما از من بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون هندسه داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.